روز 6 اپریل ولادیمیر ژیرینوفسکی یکی از سیاستمدارهای از همه جنجال برانگیز روسیه معاصر برابر حزب LDPR در سن 76 از عالم چشم پوشید. ژیرینوفسکی اول ماه فوریه با نشانه‌های کرونا ویروس در بیمارستان بستری گردیده بود. ژیرینوفسکی بیش از 30 سال در عرصه سیاسی اتحاد شوروی و روسیه فعالیت داشت و با بیانیه‌های پرجنجالش از جمله به ضد مهاجران نام برآورده بود. او از جمله طلب میکرد که روسیه باید با کشورهای آسیای مرکزی ویزا جاری کند. روز 25 مارس نیز خبر مرگ ژیرینوفسکی پخش شد، ولی اون وقت دومای دولتی و LDPR این خبر را رد کردند. ولی این دفعه LDPR با تصدیق خبر مرگ رهبرش در گذشت ژیرینوفسکی را تلفات بزرگ برای روسیه نامید. ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی در تلگرام کانال ژیرینوفسکی را شخصیت نامید که بدون او تاریخ رشد نظام سیاسی روسیه معاصر تصور ناپذیر است. ژیرینوفسکی را برخی مسخره‌باز سیاسی، برخی ملتگرا مینامیدند. در نظر برخی او پوبلیسیست و سیاستمدار ضد غرب مینمود. برخی از سخنرانی‌های او به وجد میآمدند، برخی به خشم، برخی او را به مسخره میکشیدند و درباره اش لطیفه و میبافتند. عقیده هم بود که کرمل از زبان این سیاستمدار ضد و نقیض حرف دل خود را که خودش رسما بیان کردن نمیتواند رسانه‌ای میکند. ژیرینوفسکی یکی از مخالفان اشدی مهاجران به شمار میرفت و پیوسته از مقامات روسیه طلب میکرد تا سیاست مهاجرت را شدید کرده با کشورهای آسیای مرکزی ویزا جاری کند. او همین طور چندین بار درباره پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون با حالت تند سخنرانی کرده بود. ولی سال 2018 وقتی ژیرینوفسکی امروز با یک هیئت دومای دولتی روسیه از تاجیکستان بازدید کرد و او را در اینجا گرم استقبال کردند و حتی ملاقاتش را با امامعلی رحمون تشکیل کردند، لحن سخنرانی‌های او در قبال مهاجران حداقل نسبت به مهاجران تاجیک خیلی نرمتر شد. در هر صورت با درگذشت ژیرینوفسکی در عرصه سیاسی روسیه یک خالگاه به وجود آمد. سرنوشت حزب او هم که بیش از 30 سال محض با شرافت کاریزمای رئیسش خود را در عرصه سیاسی روسیه نگاه داشته بود، اکنون نو روشن است که آیا میتواند بدون ژیرینوفسکی در صحنه باقی بماند یا نه.